سروک بارزانی لگل کسایتی و خلک در دور چومان جویا و راگهاند ناو ایران و ترکیه خاک هرما کردستان توپباران و بمباران بکن. سروک بارزانی هروها راگهاند اسایش هرما کردستان خالک گرینگه دوی هولا پاراستناوی بیداین و دوی روشا هرما کردستان لبر جوان بگرتن. زور فراهمیت بویما بارگاهی سرکرداتی شورشی ایلول لیره بوه و خلقی که زور دلسوز خلقی که زور به بیرو باور پرونده کرده و لم نوچه زحمتی که زوریان کشاو فشاری که زوری دجمنیان لسر بوه شو و روش تیاره لسر ام نوچه سرات و گندکانی بردمان کردوه زورک لگندکانی لسر خط جبهه لب گروی مراغا بگره تا چی تدولی آقویان تقریبا او گندانه شو و روش لبن آگیری توبخانه دجمن دابو گندکانی ای لکوتا عمقی نوچکش لجر هرشی بمبای فروکتان دابو خلقی که خوراگر بو زور ملتزم بون به یاسرکانی شورشیان به ملکی خوان ازانی و به ای خویان اندازانی خلقی که زور روشت برز 10 سال عملیره بوین شوینی که توزه اما بود دکانی لیبوایان خلق وکو توزه شوینی حوانوه با گلاله بود یک حالتی دزی لی روی دو اویش خلقی که خوی نیانشته و کابرار لگلالش بمین دجمن زور هولی دا جاسوس درست کلم نوچه پینک زور هولی دا وضعی شورش تیک بده چونکه ایزانی اگر لیره تیک بچی لهمو شوی نکنی تریش وضعکت دیگه چی نیتونی من گی لیلا خونده کم دا بوا من سال جاره کربیم بوا نوچه استاش هر وقت عرضم کردن بو ججن پیروزاتمو بوی حوالیه وجب پرسم نوچکش ببین موا و هر وها بجزانم انشاءالله آینده که نزدیک دا برنامه که رکو پیک شبی گوام نوچه دا بنره حکومتی هریم خدمت گزاری باشتر پیشکش بم نوچه چون ام نوچه تحملی فشاره که زوری کرد لشورشی ایلول و گلانیش ابی عربوی بکریتوا و یمن نگریت دست ایران و ترکیه نه توپباران دکری نه فروکش بمباران دکری لبر او ابی علاجی هم وضع بکری بشیوه پریکین بشیوه که انشاءالله نوبی خوینی کل بدستی کل برجد اگر ام امیده نمایی تواو ده بیا مشتی اوانه که دیانوی حریم توشی مشکله بکن یا نهیل جیانی ام خلقه با سودهی مراعات وضعی حریم بکری